شروری که خود را شاه مازندران معرفی می‌کرد، انگار خبر نداشت دوران پادشاهی سالهاست به پایان رسیده است. شاه خودخوانده سرمست از قدرتی که قراولانش به او می‌دادند، این بار ترجیح داد در فضای مجازی هم عرض اندام کند. این قوی که هم دست خودش گرفتن تو کمرش. شاه فضای مجازی که این بار عرصه را بر خودش تنگ دیده بود، فرار را برقرار ترجیح داد، اما غافل از اینکه قانون تیزتر از شمشیر اوست. ما در کمترین زمان ممکن تونستیم اینها را دستگیر بکنیم که این نشان از قدرت پلیس و مراجع قضایی و همکاری خوب مردممان در سراسر استان هستش. فضای مجازی مدتی عرصه قدرت نمایی اراذل و اوباش شده بود. کلیپ هایی که در میان بهت کاربران منتشر می شد، اما سرانجام همه این رجزخوانی ها به یک نقطه ختم شد: زندان. ما در سطح استان جایی برای ارزاندام اراذل و اوباش و گردنکشان رو واقعا نداریم. این فضا رو ما نداریم. پلیس ما، مراجع قضایی ما پویا، زنده، پا به کار هست. دستشون درد نکنه که زحمت میکشن، شبانه روزی امنیت رو برقرار میکنن. از نیروی انتظامی خیلی ممنونم که بچه‌ها ما آسایش زندگی میکنن، ما راحت زندگی